همه با هم خیشیم، همه با هم به تو می اندیشیم. کاش با ما بودی، کاش ای گم شدی اینجا بودی. کاش که این همه من ما می شد، قطر دریا می شد، گوهر گم شده پیدا می شد. بسیار بوده دوران که این قوم با نم چشم خیسانده دانه ای را، با آب دیده داده گاهی، با آب دیده رویانده از دل خاک ساق جوانه ای را. بسیار بوده دوران، بسیار بوده دوران. این باره من مطمئن میشه ایرانی ها موفق میشن که دانه رو با اشک چشم از قعر زمین برویانند. از ادب دارم خدمت آفریدگار ایران، آقای امیر شهرتی کارگردانی برنامه رو به عهده داره. صمیمانه از او سپاسگزارم. امروز هم برنامه جالبی داریم در دو منزل. در منزل نخست با یک دانشورز ایرانی خواهیم بود، آقای دکتر سمنانی. دکتر سمنانی یک از کارهای بسیار قابلی که انجام دادن در این سالهای اخیر، اقدام برای تحقیق درباره تاثیر یک حمله اتمی در ایران و عارضه‌ها و عواقبش، که یک حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران ممکنه چه فجایعی به بار بیاره و به نظرم او زنگ خطر رو در این زمینه به صدا درآورد، ناقوس رو به صدا درآورد تا ما متوجه یک واقعیت مخوف در میهن و سرزمین خودمون باشیم. ما برای درک شعر کتاب داریم ولی برای درک پدیده‌ای که امروز در میهن ما به شکلی با زندگی ما امتزاج پیدا کرده هیچی نمیدونیم. ایران پر است از تأسیسات هسته‌ای، بیس‌های اتمی در این گوشه و در اون گوشه، فعالیت‌های در صورت میگیره بدونی که به ایرانیان توضیح داده باشه که این پدیده چه ماهیتی داره، چه عوارضی داره، چه خطراتی داره و درود بر شما آقای دکتر سمنانی عزیز. خوش آمدید. خیلی متشکرم. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. سلام بر شما و دوستان عزیز که در جاهای مختلف دنیا هستن، به جمله خصوصا در ایران، و امیدوارم که یک برنامه خوبی براشون داشته باشیم. به واقعی بنده با آشنا شدم با آقای سمنانی، با آوازه ایشون وقتی یه معامله بزرگی صورت گرفت در میان شرکت هایی که به اصطلاح تخصصشون هایتکه، تکنولوژی برتر، معامله بالای 500 میلیون دلار بود. آوازه ایشون از اینجا. همیشه سوال من این بود که آقای سمنانی در یوتا چه میکنن؟ چی شدی به یوتا؟ دکتر سمنانی والا میگن تقدیر، هر چی اسمش بذارم، قسمت، هر چی اسمش بذارم، ما بالاخره یک جوری به یوتا اومدیم. من در سال 1968 از تورنتو کانادا داشتم میرفتم به لس آنجلس. و چند سالتون بود واقعا؟ بچه بودید؟ اون موقع من 20 سالم. از کجا اومده بودید اون وقت؟ من در انگلیس بودم. از انگلیس بودم. بله، اومدم کانادا. از کانادا می‌خواستم بیام لس آنجلس و بالاخره به یوتا. خب لس آنجلس چه کار داشتید لس آنجلس؟ قرار بود بریم مدرسه اینجا. قرار بود که به مدرسه بریم، دانشگاه بریم، برای ادامه تحصیلاتم بیام اینجا. ولی خب اومدیم به یوتا، اونجا موندگار شدیم. اونجا؟ بله. یعنی به اصل بی پولی اونجا موندید ها؟ قرار بود از یه کسی پول قرض بکنیم اونجا که بتونیم پول اتوبوس داشته باشیم که بیایم به لس آنجلس. ولی وقتی رسیدیم اونجا، اون شخصی که قرار بود ما پول قرض بده رفته بود ایران. حالا تو اونجا دیگه مجبور شدیم بمونیم. آخر خط بود دیگه، موندگار شدیم. عجب. پس زندگی در یوتا جز سرنوشت شما بود؟ سرنوشت بود دیگه، هیچ اصلا صحبتی هم نیست. جالب میگن چیزایی جز سرنوشت، یکیش محل زندگی آدم، خونه‌ای که در زندگی میکنه، همسری که انتخاب میکنه،
اینا آره جز فرزندانی که به دنیا. خب جناب دکتر سمنانی، خسرو سمنانی، به من بفرمایید که شما در یوتا که موندید چه کردی؟ والا اونجا شروع کردیم، می‌خواستیم مدرسه و ولی خب کمپولی و اینا، اول کارهای خیلی ابتدایی می‌کردیم، چمن می‌زدیم، زمین می‌شستیم، هر کاری که پیش می‌آمد دیگه بالاخره بعد کار می‌کردیم. بعد یواش یواش اونجا رفتیم مدرسه و بعد از 4 سال که اونجا لیسانس هم گرفتم تو کار فیزیک و شیمی، بعد دیگه اونجا کار گرفتم تو کار معدن، رفتم مشغول شدم در کار معدن و تا 76 با اونا بودیم. بعد رفتم تو کارهای کامپیوتری و بعد سال 80 رفتم تو کار خودم، یه برنامه گذاشتم اونجا، مواد سمی و مواد شیمیایی رو اینا ما پروسس میکردیم و اینا رو به صورت خیلی محیط زیستی امن اینا رو ما از تو environment، تو محیط در می آوردیم و برای کمپانی‌های مختلف کار کردم. بعد سال 88 یک کمپانی بزرگتری درست کردم که مواد رادیواکتیو پرتوزا رو اینا رو ما تمام شروع کردیم در جاهای مختلف دنیا، امریکا جمع کردن. بله. خصوصا برای مینیستری که بشه دیپارتمنت آف و اداره نیروی امریکا و برای اداره دفاع امریکا و برای وزارت دفاع. بله. بله. یعنی رادیواکتیو رو جمع آوری می‌کردید، زباله‌هاش رو. بله. پسماندار همه رو جمع آوری. چه کارش می‌کردید با این زباله‌های اتمی؟ یه مقدارش رو اینا ما دوباره با مواد شیمیایی قاطی می‌کردیم. اینا رو میگن استیبل، یعنی که اینا رو ما کاری می‌کردیم که در محیط دیگه نتونه بره. اینا رو یعنی منجمد می‌کردیم که اینا نتونه سیال نباشن. اینا رو با چه موادی قاطی می‌کردید؟ موادهای مختلف بود البته. یه مقدارش خود مواد شیمیایی که اینا رو جمع می‌کرد و مثلا به شما بگم مقدارش سمنت توی کانکریت که باشه، تو اونا ما بسته‌بندی‌های به خصوص می‌کردیم. یه مقدار شما اینا رو با تو نیتروژن اینا رو ما مواد رادیواکتیوش در می آوردیم. اونا رو مثلا یه چیزی که بشکه بزرگی که بود ما میتونستیم با یه شیشه کوچیک اینا رو تمامش غلظتش زیاد بکنیم و بقیه‌اش که دیگه تمیز شده اونا رو میذاشتیم کنار، این بقیه‌اش به دولت دوباره برمیگردونیم تا اونجا که یعنی ریسایکل میشد. در واقع ریسایکل به اون صورت میشد که یعنی بازآفرینی میشد که اینا بشه جمع بشه که اینا رو بتونیم ما به صورت راحت تری توی یک محفظه‌ای بذاریم که اینا تو انوایرمنت نره. تو محیط زیست اینا رو مدفون می‌کردید در زمین؟ بله، وقت رو مدفون می‌کردیم. ما از سال 88 در چه عمقی مدفون می‌کردید؟ جانم؟ در چه عمقی اینا رو مدفون می‌کردید؟ اینا عمق‌های مختلف بودش. اینا بیشترش ما از یک جایی مثلا از 7 فیت که مثلا بشه 2 متر تا 90 متر اینا رو ما می‌ساختیم. بله، جای بزرگ تهیه می‌کردیم. از سال 88 تا 2004 ما بزرگترین پروسسور یعنی دستگاهی بودیم که اینا رو ما هندل چیز می‌کردیم، اینا رو از اینا محافظت می‌کردیم. هم از نظر شرکت بکتل هم این کارو می‌کرد نیست؟ بکتل تا اندازه‌ای می‌کرد، ولی بکتل توی یک رشته دیگه بودن. اونا بیشترش البته این مواد پردازا قسمت‌های مختلف داره، درجه‌های مختلف داره. ما اونا توی درجه دیگه بودن، ما در درجه دیگه بودیم و کارهایی هم که می‌کردیم اونا چیزای کوچیک‌تری رو محفظه‌های کوچیک‌تری رو درست می‌کردن و اون به حساب جنس اون محفظه از چی بود؟ جنسشون فرق می‌کرد، از فلز بود، فلزهای به خصوص بود، از کانکریت‌های به خصوص بود و در مورد چیزی بزرگترین مهمترین کاری که بودش بعضی موقع‌ها مواد شیمیایی و مواد پرتوزا با هم می‌آمد که اینا مخلوط بهش میگفتن، پسماندهای مخلوط میگفتن. این پسماندهای مخلوط از همه مشکل‌تر بود و خرجش هم زیادتر بود که بشه پروسس کرد و خوشبختانه ما این برای دفعه اول تو امریکا ما اینو به صورت از تحقیقاتی در آوردیم و عملی کردیم. یکی از کارهایی که مثلا می‌کردیم یک
یک تحقیقات شده بود در خود دولت امریکا که اینا رو با پلاستیک‌های مختلف قاطی می‌کردیم که تو پلاستیک‌های مختلف بعداً منجمد می‌شد که اینا در نمی‌آمد. اینا به صورت تحقیقاتی در دانشگاه‌ها بود. ما اینو از دولت خریدیم، این طریقه رو، این کار رو از دولت خریدیم. یعنی متد رو خریدیم، روش خریدیم، آوردیم تو بازرگانی گذاشتیم، تو به صورت کامرشال. میتونم بپرسم چقدر شد؟ والا اونو ما اتفاقا خیلی چیز جزئی خریدیم، ولی خب بعد دولت به خاطری که احتیاج داشت که این جریان بشه خیلی قیمت پایین به ما دادن و ما هم در حقیقت پولی به اون صورت بهشون ندادیم، فقط کردیت دادیم بهشون که اونا بتونن از این برنامه‌ای که بعداً ما کامرشالایزش کردیم اینا بتونن استفاده بکنن و پسماندهای خودشون رو آوردیم براشون، ما پروسس کردیم و دفع کردیم. چقدر شد؟ این کار بزرگی بود. خیلی دو تا خصوص به من بفرمایید این کارو فقط در چهار دیواری آمریکا انجام، یعنی زباله‌های اتمی آمریکا، یا نه کشورهای دیگه هم همینطور؟ والا ما بیشترش از امریکا می آمد. از کشورهای دیگه خیلی خواستن، از کانادا خواستن برای ما بیارن، از کره جنوبی خواستن برای ما بیارن، از آلمان خواستن برای ما بیارن. ما قبول نکردیم برای اینکه از نظر تکنیکی فرقی نمی‌کرد. از نظر تکنیکی خب این کارو میشد، همون زباله رو میشه اونجا میشد پروسس کرد، ولی از لحاظ عمومی و افکار عمومی اونا خیلی حساسیتی بود و ما گفتیم خب چرا این کارو بکنیم که برای خودمون دردسر درست کنیم. بنابراین همیانان هم توجه می‌فرمایید که با شخصیتی طرفید که اتم و خطراتش رو به طور روزمره لمس کرده، یعنی وقتی صحبت میکنه درباره اتم و عوارضش در این زمینه آگاهی داره، در این زمینه کار کرده، کار مستمر کرده و حرفش اینه و آشناس با عواقبش. ما داریم الان راجع به زباله‌های اتمی صحبت می‌کنیم. به من بفرمایید که ما جمعاً چقدر زباله اتمی تو آمریکا داریم؟ بستگی داره، همونجوری که گفتم از یه درجه‌های پایینی هست که خیلی چیزای کمی مخلوط شده، آلودگی‌های پایین هستش و تا بره بالا به چیزایی که مثلا از نیروگاه اتمی در میاد. اونا خیلی خطرناک‌تره با وجودی که حجمشون کمتره، ولی خب از نظر خطرش خیلی بالاتره. خیلی بیشتر. این درجه غلظتش چقدر مثلا؟ والا اینا رو میگن بهش میگن پیکو کیوری. پیکو کیوری یعنی یک کیوری تایمز 10 to the minus 12، یعنی در یه صفر 11 تا صفر 1. از اون اینقدر کمتر شروع میشه با غلظت کم میره تا غلظت میره به کیوری چندین کیوری که میرسه که مثلا میشه بیلیون ها مرتبه، میلیاردها مرتبه بیشتر خطرناک میشه و هر کدوم از اینا البته به یک صورتی باید دستیابی بشه و اینا رو باید باشون برخورد کرد. از این نظر این یک اسپکتروم داره، یک به حساب یک قرینه‌ای داره که اینجوری شما میتونید اینا رو قسمت بندی کنید. از لحاظ مقدار که شما میپرسین میشه خیلی راحت میشه گفت مثلا 10 میلیون تن 10 میلیون تا زباله اتمی هستش، ولی ببینید بیشترش این قسمت پایینه، میشه با غلظت کمه و غلظت‌های زیاد کمتره، حجمشون کمتره، وزنشون هم کمتره، ولی به حد کافی هست که دنیا رو به هم بریزه. ها خب هستش که ملت خیلی آزارهای طبی داره، خیلی عواقب بدی داره و وحشتناک. این اگه وارد به اساس زنجیره غذایی بشه و زنجیره استشراق بشه که وارد منابع آب بشه، آب از همه بیشتره، خطرش بیشتره و وارد اون منابع بشه. خب این چیزیه که هم خطرهای جانی خیلی زود داره و دراز مدت، بعدم خطرهای اینه که داره بچهای ناقص الخلقه دنیا میاد، سبق جنینای به خطر مختلف میشه، خیلی سرطان خیلی خطرهای بزرگ داره و در جای پیروز فکر می‌کردم وقتی این شهاب سنگ آمد و برخورد کرد در روسیه با زمین و یک کارخونه رو نابود کرد، 400 نفر مجروح شدن، همون شکل کردم اگر این روی سر یک نیروگاه اتمی به یه نیروگاه اتمی برخورد میکرد چه اتفاقی میفته؟ همین شهاب سنگ که از آسمون افتاد. خب این خیلی خطرش بالاست. البته نیروگاه اتمی سعی میکنن اون کلاهکایی که بذارن خیلی محکم باشه و اینا. این
قوانینی که اینا رو یعنی گنبدهایی که درست می‌کنن که باید قوی باشه، ولی هیچ گارانتی نیست که اینا از بین نره و اگه شهاب سنگ بزرگ بیاد خب اینا رو همه از بین میبره خواهی نخواهی. این و انتشار این مواد پرتوزا خیلی خطرناکه. در چرنوبیل اتفاق افتاد. بله. و این تو اوکراین خیلی را از بین برد و سالهای سال الان مثلا شهر پریپیات که پلو همون چرنوبیل هست هنوز بعد از 25 سال انقدر هیچ اونجا زندگی نمیکنه. هیچکی. 200,000 نفر اونجا بودن، همه مجبورن برن، یه مقدارشون کشته شدن، یه مقدارشون سرطانای بخصوص گرفتن، یه مقدار بقیه هم برنگشتن. وقتی اون آلودگی پیدا بشه بعد شما شهر بکوبی، همه رو بریزه تو یه ترین یا رو بفرستی به جایی که مثلا ما بودیم کاری که ما می‌کردیم اینا رو می‌آوردن. برای ما مثلا خیلی اتفاق میفته یه ساختمونی که آلوده شده بود همه چیز ساختمون می‌آوردن، از رخت خواب گرفته، از آجر گرفته، از سیمان گرفته، از سینک، از این چیزایی که تو حمام وان حمام اینا می‌آوردن و اینا همه آلوده شده بود. هیچ کی نباید دست می‌زد برای اینکه خطر داشت. اینا رو همه رو باید دوباره بسمندی می‌کردیم، تو سیمان می‌ذاشتیم و کانکریت می‌ذاشتیم و دفن می‌کردیم. خب با اینکه شما محفظه‌هایی ساختید که همین زباله‌های اتمی درش جا می‌گیره برای کاهش دادن ضریب خطر، مزالک نمیشه گفت 100% اینها به اصطلاح امنند، یعنی ایمنی ایجاد میکنن یا نه؟ توی کار آلودگی و محیط زیستی چیز 100% نیست. 100% نیست قانونش. ولی خب شما سعی میکنین تا اونجایی که امکان داره اینا رو از مراکز جمعیتی و جاهایی که مردم زندگی میکنن ممکنه بهش دسترسی داشته باشن، دستیابی پیدا کنن، یا اینکه همونطور خودتون هم گفتین نه به آب نرسه، به طبقه‌های آبی نرسه، زیر زمینی نرسه. اینا رو بعد اینا رو مواظبت کرد. البته درصد امکانش میارین شما پایین، ولی هیچ وقت به صفر نمیره. به صفر نمیشه. نه همینجوری که الان مثلا آلمان تصمیم گرفته با وجود اینکه این همه پیشرفته هستش در علم رادیواکتیو و نیروگاهی که داره، تصمیم گرفته نیروگاهش همه رو ببنده. برای اینکه با وجود اینکه درصد خطر اینقدر پایین هست با همه اینا بازم میگن نمیارزه، اصلا خطرش نمیارزه، دارن میبندن. ژاپن هم صحبتش هست، ژاپن هم تو این فکر هست ممکنه که این کارا رو بکنن. و در امریکا هم الان شما نگاه بکنین در 30 سال اخیر 40 سال اخیر هیچ نیروگاه جدید نساختن. 111 تا نیروگاه در امریکا هستش، ولی خب اونایی که دست نمیشه دارن میبندن، جدید نساختن. الان صحبتش هست که ممکنه بخوان بسازن، ولی خب خیلی گرفتاری بزرگ هست از نظر امنیتی امینی و اینا رو باید حساباشو دوباره کرد و که این خطرها رو بیارن پایین برای مردم. دکتر سمرانی به من بفرمایید، وقتی که شنیدید که ایران داره میره به طرف فناوری هسته‌ای چه احساسی بهتون دست؟ واقعا در اون لحظه چی فکر کرد؟ با عنوان کارشناسی که تو این زمینه کار کرده میدونید و زندگی داره میکنه، اصلا زندگی حرفه‌ایش و همین به اصطلاح جمع و جور کردن این زباله‌های اتمی است و فکری به حال آینده بشریت کردن، چون واقعا خود این زباله‌ها تبدیل به هم نقطه‌های حساسیت شده. یعنی مردم در اروپا هر دفعه که این قطارها راه میافتن برای اینکه زباله اتمی را از یه نقطه به نقطه دیگری حمل بکنن، خب یه شور و هیجانی در این جوان‌ها ایجاد میشه، میرن تظاهرات میکنن، تحصن میکنن، روی ریل ها میخوابن که این قطار حرکت نکنه، وحشت دارن. به علاوه قاره کوچک یه اتفاق در یه مملکت بیفته بقیه قطعا ازش نصیب خواهم برد. چه احساسی داشتی تو اون لحظه؟ والا من دفعه اولی که راجع به این جریان شنیدم فکر کنم در 1980 بود که من از سال 73 متاسفانه ایران نبودم. خیلی دارم میخواد برم یه موقعیت بشه ولی خب نبودم. و در حدود 80 بود که این جریان 85 86 اون موقعا که شنیدم در این ممکن صحبتی بشه، ولی زیاد روش تمرکزی نداشتم تا اینکه یواش یواش در یکی صحبتایی که میشد میخواستن در ایران میخواستن نیروگاه اتمی بسازن. یکی از دوستان ما از ایران اومد، صحبتی شد و او به من گفتش که در دوره شاه این برنامه قرار بود شروع بشه، ولی بعد از که انقلاب شد و شاه رفت این تأسیسات بسته شد و
البته آقای خمینی اومدن برگشتن گفتن که ما احتیاج به برنامه هسته‌ای نداریم و اینا صحبتایی. من دیگه این چیزی برای من متمرکز نبودم روی این جریان. ولی در اوایل 2002 که تجهیزات اتمی ایران و کارهایی که قرار می‌خواستم بکنم که برای نظامی کردن برنامه هسته‌ای ایران، اون برای من خیلی سنگین بود و شروع کردم بیشتر فکر کردن که آره چرا این جریان هستش و برنامه چیه و اینا. بیشتر فکر کردم، خواستم اطلاعات جمع بکنم که البته متوجه شدم که برنامه بوشهر دوباره راه افتاده. البته در این موقع از طرف شوروی، از طرف روسیه آمده بودن، کارشناسای جدید اومده بودن و اونا شروع کرده بودن. بعد تحقیقاتی که کردم نگاه کردم که بله 1/3 این جریان آلمانا ساختن، یه مقدارش ایرانی‌ها خودشون ساختن، دانشمندان و کارشناسای ایرانی ساختن، یه مقدارش هم شوروی مشغول شده این کارا رو داره میکنه. بعد این یواش یواش برای من بیشتر یک جنبه مهمی گرفت که ببینم چرا اصلا این برنامه داره جلو میره، به چه صورتی هم جلو میره. متاسفانه تمام اخباری که ما پیدا کردیم دیدیم که اون آگاهی که باید باشه و اطلاعاتی که باید راجع به این جریان باشه خیلی کمه. برای اینکه تو امریکا یه چیز مهمی که هست اینه که شما اگه هر وقت بخواید مثلا کار خودمون کردیم، دستگاهی که خودمون راه انداخته بودیم تو یوتا هستش، این شما هر قدمش که بخواید جلو برین بهش میگن EIS. EIS یعنی Environmental Impact Statement. شما مثلا میخواین یک زباله جدیدی از یک کارخونه جدیدی بیارین، این وقتی بخواید بیارین باید شما اینه در نزدیک 2 سال زودتر اینو تو روزنامه ها بنویسن که شما میخواید این کارو بکنید. یعنی به اطلاع مردم باید برسه. تمام مشخصات اون زباله رو همه رو باید بنویسن که از نظر شیمیایی چی، از نظر رادیولوژی چیه. بعد اون وقت ما کی هستیم، چی کار داریم میکنیم، چجور باید اجرا بشه. بعد 6 ماه قبل از اینکه این به حساب درخواست ما هست به دولت بره، باید 3 تا چیز باشه، 3 تا میتینگ باشه در جاهای مختلف که ممکنه ایمپکت داشته باشه، که ممکنه اثر داشته باشه، که مردم بیان و ما این تمام اطلاعات بهشون بدیم و اونا رسما اینا بنویسن که ممکنه چه گرفتاریای فکر میکنن داشته باشن. حالا جدا درست باشه و غلط باشه فرق نمیکنه، ولی باید اینا یعنی مردم محل همه باید بیان. حتی مردم عادی باید بیان. نه مردم عادی باید بیان و پرونده تولید میشه. این پرونده که تمام افکار و نظرات شخصی، حالا چه ممکنه برای خوب باشه، اینا ممکنه ساپورت بکنن و پشتیبانی بکنن و ممکنه برخلافش باشه. این باید 3 تا میتینگ داشته باشی در 6 ماه قبل از اینکه شما اپلای بکنید که بنویسید اصلا بخواید این کارو بکن. بعد از که این تمام اینا جمع شد، اینا رو به دولت میدن. دولت اینا رو یکی یکی باید جواب بده. و تمام اشخاصی که نامه نوشتن چیزی گفتن اینا باید جواب بگیرن. و اگه جوابشون درست باشه، خب یارو میگه خب جواب ما دایی من رفتم. اگه جوابش قانع کننده نباشه، بعد هیرینگ آفیس میذارن. یعنی بعد یه جاجی میاد تمام اینا رو بعد اینا رو قانع بکنه که این چیه، چرا شما این صحبت گفتید. یکی مثل میزنه، میگه که من خونم مثلا یک مالیه، اینجا من یه گاوداری دارم میکنم و اگه باد بزنه اینا ممکنه که بیاد توی این گاوداری گاوای من مسموم بکنه. اینو بعد شما نشون بدید، هم از نظر تکنیکی توجه میکنید خیلی راحت، هم از نظر رگولاتوری که از نظر قانونی اینا باید نشون بدین که این خطر نیستش. اگه خطر باشه خب جاج میگه نباید بکنید. نباید. از این نظر من وقتی این جریان شد من گفتم خب EIS های مثلا برای بوشهر کجا بوده؟ چرا EIS در بوشهر نیست؟ که چرا این برنامه اصلا اومده؟ چرا به مردم نگفتن؟ همون مردم مثلا چرا دعوت نکردن؟ این شما خیلی راحت میتونید توی یوتا خیلی راحت میتونید اون شعاع که اتفاق یا که ممکنه تاثیر داشته، مؤثر باشه و تاثیر داشته باشه، نزدیک 50 مایل باشه. یعنی شما این بخوای بذاری اینجا تو 50 مایل شعاع اینا، افرادی که اونجا زندگی میکنن تمام اینا صاحب نظرن. یعنی حق دارن که اظهار نظر، حق دارن اعتراض کنن، شکایت بکنن، باید به شکایتشون جواب هم شکایت ممکن بکنن، بعضیا پشتیبانی میکنن. البته بعضیا پشتیبانی میکنن برای که کار تولید میشه. درست. خیلی میگن کار تولید میشه و پول میاره.
اونا پشتیبانی میکنن، ولی بعضیا شکایت میکنن میگن که خب برای ما خوب نیست. البته این میگن 50 مایل بهش میگن immediate effect radius. بعد از اون تازه شما میتونید در لس آنجلس تو یوتا اگه بخواد کاری بکنه شما بلند شید برید اونجا شکایت بکنید. از لس آنجلس بری اونجا شما برید شکایت بکنید که بله بقیده من این کار خوبی نیست به این دلیل به این دلیل به این دلیل. دولت ایالت یوتا و دولت فدرال امریکا مسئوله که به شما جواب بده. اگه جواب نده باید برید هیرینگ آفیس بشه. هیرینگ آفیس هم اگه درست نشه میتونید برید کورت شکایت بکنید، اصلا برید کورت قبل از اینکه شما اپلای بکنید. حتی جالبه. توجه میکنی؟ من اینه که دیدم و گفتم خب راجع بوشه چجوری EIS بوده و اینا، برای اینکه ما ندیدیم اصلا مدارکی نبود. بعد که نگاه کردیم این ایران میگه تمام برنامه‌های هسته ایران همه بدون اطلاع مردم. بله این به صورت امنیتیه، نباید اصلا راجع بهش صحبت بشه. در رای ایران هم چیز ننوشته، یعنی یه سرپوش روش بوده. سرپوش آگاهی برایش این نبوده. آگاهی حالا نه تنها بوشه، بعدش ما تحقیقات کردیم ندیدیم در اصفهان بوده، نه در نتنز بوده، عراق، اینا تهران، هیچ کدوم اینا اصلا توی یزد که حتی چیز معادن یزد که بعد اورانیوم میارن اونا هم EIS میخوان. یعنی مردم باید بدونن، اونا هم باید بدونن که چیکار دارن میکنن، چقدر دارن بهره برداری میکنن، به چه صورت، دستگاه امنیتیشون چه، ایمانیشون چیه، اثراتش چیه، چقدر به آندرگراند واتر، آب زیرزمینی اینا ممکنه اثر داشته باشه. اینا هیچ کدومش EIS اصلا نبوده در ایران. عجب. اینو برای من که شد فهمیدم که خب این خطرات باید داشته باشه. اینو باید نگاه کرد. از بازارچای عجب اطلاعات جالبی، خیلی ممنونیم، واقعا اطلاعات فوق العاده ای برای اولین بار. بنابراین همیانان هم وقتی میخوان اقدامی در این زمینه انجام بدن، زمینه فناوری هسته‌ای در هر منطقه، در شعاع 50 میلی هر کس در اون محل در شعاع 5 زندگی میکنه حق طرح شکایت داره. 3 نوبت همایش برگزار میشه، جلسه، و بعد بالاخره با حضور قاضی جلسه پرسش و پاسخ. اگه شکایت ها وارد باشه خب مخالفت میکنن، اصلا با هر اقدامی در این زمینه مخالفت میشه، و اگر نه شکایت ها بی پایه باشه، بی اساس باشه، طبیعتا طرفداران اون طرح بیشتر از مخالفانش باشن اون طرح اجرا. یعنی مردم بالاخره در این زمینه ها باید حتما حضور داشته باشن، چون با زندگی اونها سر کار داره برمیگرده. من همش تصورم بر این بود که این فعالیت‌های هسته‌ای به ویژه کفن و دفن کردن زباله‌های اتمی اینا همش به صورت مخفیانه و سری انجام میشه، اما حالا معلوم میشه که اصلا اینجوری نیست. مردم باید دقیقاً در جریان باشن، همه مردم، تمام کسانی که در شعاع فعالیت‌های اتمی در هر منطقه قرار دارن. آقای دکتر سمنانی میتونید مثلا یه مورد رو بگید که مردم دخالت کردن، شکایت کردن و چی شد و قاضی رد کرد و اون تأسیسات ایجاد نشد؟ داری مثالی داری؟ خیلی هستش تو جای مختلف، ولی از همه بزرگترش من خدمتتون بگم که هنوزم این جریان گرفتاریش هستش اینه که در نوادا که یکی از ایالات همسایه یوتا هستش، دولت این کار دولت خواست بکنه. بله. این کار خصوصی نبود که ما کردیم، درست. کار دولتی بود. دولت خواسته یک مخزنی درست کنه، یه جایی درست کنه، بهش میگن یاکا ماونتن. یاکا ماونتن نزدیک لاس وگاس هستش، یه 100 میل فاصله داره. بله. که توی یک کوهی اینا دارن یک جایی مخزنی میخوان درست بکنن که این مواد رادیواکتیو در اونجا بذارن، اون چیزایی که خیلی در درجه کیروش بالاتر هستن. این از 1983 84 که شروع شد صحبتش و اینا، هنوز این نزدیک، خیلی راحت به شما میتونم بگم 500 میلیون دلار خرج شده، دولت خرج کرده که اینجا رو باز بکنه. بیشتر نزدیک 1 بیلیون دلار خرج کرده که اینجا رو درست کنه. موفق نشد. هنوز راه نیفتاده. برای چی؟ برای اینکه افراد محلی اونجا با این گرفتاری دارن. مثلا یکی از گرفتاریش اینه که این خود دولت، خود ملت، یعنی اشخاصی که تو نوادا هستن میگن اینه که از استیت های دیگه مختلف میاد با ترین،
این اگه ترین یه موقع تصادف بکنه اینا میریزه و تمام محیط کسی آلوده میکنه. این یه چیزی. یا اینکه میگن اون از نظر زمین شناسی اون قشرهای سنگی که اونجا هست و اون ساختمانایی که اونجا دارن، کانکریتایی که میذارن، نمیتونه گارانتی بکنه که آبای زیرزمینی اینا آلوده نشه. این چیزی هست. الان خیلی راحت به شما ببینید نزدیک 30 ساله این برنامه جلو میره و هنوز دولت نتونسته کاری بکنه و این برنامه رو شروع کنه. خیلی البته این EIS که گفتم environmental impact statement یعنی environment یعنی محیط، impact یعنی اثر، statement یعنی نوشته شده که چه تاثیرات یه همچه هر دستگاهی اسناد اینو همه اسناد مربوط به تاثیرات همین هر دستگاهی. خب بنابراین اینطوری که ما متوجه شدیم برای ایجاد مثلا فردو، بیس اتمی فردو در نزدیکی قم، باید از مردم قم، از مردم کلیه دهات و روستاهایی که در شعار 50 میلی قرار دادن باید سوال میشد، باید اونها رو در جریان قرار میگرفتن، در جلسه پرسش و پاسخ و بازرسی شرکت میکردن. همینطور در پارچین باید از تمام مردم تهران سوال میکردن و دهات اطراف. در اصفهان باید از مردم اصفهان و همینطور دهات و روستاهایی که اطراف اصفهان قرار دادن و الی آخر من نتنز و در ایران چنین چیزی اتفاق نیفتاده. یعنی همه چیز به دور از چشم مردم نیستش. بله اسمش هست، میگن در برنامه‌های امنیتیه و هیچ کی باید ندونه شما نباید چیکار بکنه. این کار غلطیه، این کار درست نیست و حالا اینم باید گفته بشه که در اوایل برنامه هسته امریکا این اشتباه شد و ضررهای بزرگی داره به امریکا خورد. به خاطر این برای چی؟ برای اینکه مثلا در اوهایو اومدن یک برنامه گذاشتن که یکی از این کارخونه‌هایی که مثل شبیه اصفهان بود اونجا گذاشتن، ولی خب به خاطری که آب احتیاج داشتن اینو جایی گذاشتن که آب زیاد بود، آب زیرزمینی زیاد بود. در نتیجه چی شد؟ آلوده شد. ببینید این سابقه داشته، این کار سابقه داشته. به خاطر این الان این دیگه در باز کردن. دیگه دولت نمیتونه همینجوری بره یه جایی رو بسازه و یا یک افراد خصوصی بره کاری شروع بکنن. حتی شما یک نیروگاه زغال سنگ هم می‌خواید درست بکنید نمیتونه این کارو، حتما باید EIS داشته باشین، چه باشه کارهای اتمی رو. توجه میکنید؟ این واقعیتایی که باید الان دیگه قرن 21 نمیشه اینا رو قایم کرد. قایم بکنید چوبش میخوره ملت. تو سمنانی عزیز به من بفرمایید، شما میدونیم که خب در این پروژه مطالعاتی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همینطور احتمال حمله و در صورت بروز حمله چه عوارض، چه به اصطلاح چه پیامدهایی چنین جنگی خواهد داشت به تفصیل شما هم مطالعه شده از سوی گروه‌های مختلف. ما هم در اون جلسه UCL دانشگاه UCL شرکت داشتیم، اطلاعاتی که شما دادید فوق‌العاده بود. سوالم اینه که در جریان این تحقیق متوجه شدید که ایران این زباله اتمیشو کجا دفن میکنه، در کدام منطقه، یا هنوز نه هیچ اطلاعی اینم نداریم؟ والا تنها مدارکی که در دست هست از همه مهمتر و از همه معتبرتر مال آژانس بین‌المللی اتمیه که ریپورت های مختلف چند تا 3 تا 4 تا در سال اینا منتشر میکنن. در مورد زباله اتمیش اصلا صحبتی نشده. تنها چیزی که تا اندازه‌ای میشه صحبتش کرد اینه که در خود اصفهان، در دستگاه در اون تأسیسات اصفهان نزدیک 550,000 کیلوگرم مواد یورانیوم هکسوفلوراید تهیه شده. 550,000 کیلوگرم. بله. اینا تهیه شده و این نزدیک 79,000 کیلوگرمش به نتنز فرستاده شده برای غنی سازی. بقیهش ما نمیدونیم کجاست. یعنی خبرش نداریم. یا باید در اصفهان باشه، در نواحی اصفهان باشه، یا ممکنه نمیدونم. فقط چیزی که گفتن 79,000 کیلوگرمش به نتنز فرستاده شده. بقیهش معلوم نیست کجا هستش. و این یکی از این البته
شما این بعد مواظب باید چریخته هم صحبت میکنه. این محصول 550,000 کیلوگرم محصول پسمانده هاش ممکنه 10-15 برابر این مقدار باشه که اونا معلوم نیست کجاست. 550,000 یعنی 550 تن. بله 550 بله درست. بله. این خب اینا رو برای چی میخواد؟ ما که فقط یه نیروگاه هم که روس‌ها اعلام کردن که ما سوخت اتمی رو میدیم به شما. والا برای چی به نظر شما این همه؟ خب اینا خب این حسابایی کردن که باید این میخوان خودشون خودکفا باشن که خودشون بگن ما نیروی خودمون یعنی سوخت خودمون رو تهیه میکنیم. بعد تا اندازه‌ای هم این کار کردن، موفق شدن یه مقدار سوختای تهیه شده در ایران. ولی خب این مثل هر چیز دیگه این باید توازنش نگاه کرد. برای خب این خوبه آدم خودش بتونه سوختش تهیه کنه، ولی خب در چه بهایی چه ارزشش چقدر؟ برای شما رو تو بازار آزاد میخری، نه تنها از امریکا میتونی بخری، از سوریه میتونی بخری، از آلمان میتونی بخری، از فرانسه میتونی بخری، جاهای مختلف. لازم نبود نه الزامی نداره، لازم چرخ دوباره تولید کنیم، اختراع کنیم. و خطرهای این نه خطرهای از لحاظ انسانی این خیلی مهمه. میدونید من خب الان تکنیکی هستم، ولی خب خیلی هم علت علاقه من به این برنامه اینه از نظر انسانی من این نگاه میکنم و خطرات، برای که تو کار این مثلا تو این کار بودم، برای همین من وارد شدم. نگرانی تا نگران بعد مسلم عزیز من، برای اینکه شما اصفهان اگه نگاه بکنین، من فکر کنم اگه بتونم درست بگم، جوزان این محله این تأسیسات هسته‌ای در اصفهان نگاه بکنین، آب زیرزمینی اونجا آب طبقه بهش میگن استان مرکزی، آب استان مرکزی. آب استان مرکزی به نگاه بکنیم 29% آب خوراکی ایران از آب استان مرکزیه. 29% و در اونجا قرار داره، زیر اونجا قرار داره. عجب. و اگه این آلوده نشت بکنه، خب اینا رو آلوده میکنه. عجب. نمیشه دیگه از این استفاده کرد. ببینید این خطرهای اینجوری خب چرا اونجا ساختن؟ خب هر کسی برنامه محاسبه نکرده بودن یا چی؟ ببینید اینا هر بحث‌های مختلف میشه، یه نقشه‌های مختلف میگه، هر کسی یک چیزی داره، یک برنامه‌ای برای خودش نگاه میکنه و دولت ایران این که نگاه کرده اومده و گفته که نه ما اینجا می‌خوایم بذاریم، حالا به خاطر اینکه کارگر بوده اونجا، به خاطر اینکه آب بوده اونجا، به خاطر اینکه جاده بوده اونجا، نزدیک به یزد بوده که بتونن اورانیوم بیارن، نزدیک به نطنز بوده، مرکزیت اونجا. ولی خب این صحبت‌ها باید خیلی جلو میشد و اینا رو باید نگاه بکنن و ملت نظر بدن، مطالعه بکنن. اصلا هیچ نیستش، هیچ نیست. ممکنه کردن ولی ما نمیدونیم، ملت نمیدونه، هیچ آگاهی در هست هیچ کسی نیست، هیچ کسی آگاهی نداره. و اگه این آلودگی پیدا کنه، خب آب استان مرکزی باید آلوده بشه. میدونین چه خطر بزرگی داره؟ و این درست نیست. همین الان گفتگو با آقای به نظرم خیلی مهمه، آقای دکتر خسرو سمنانی رو ادامه میدیم. کتابی در این زمینه تهیه شده، تحقیقات عدیده‌ای صورت گرفته زیر نظارت ایشون و همسر نازنینشون خانم غزاله سمنانی، از ایشون هم سپاسگزاریم و امیدوارم در هفته‌های دیگه ما بتونیم اطلاعات دیگری بدیم در مورد اصفهان، احتمال حمله، اگر حمله صورت بگیره چه بلایی ممکنه بر سر منطقه بیا. اینا در مجموعه مطالعات و پژوهش‌هایی که صورت گرفته توسط تیمی که زیر نظر آقای خسرو سمنانی کار کردند آمده که ما به آگاهی شما میرسیم. موافقید که گفتگو رو ادامه بدیم آقای سمنانی؟ حتما. هفته دیگه هم اول خیلی لطف کردی. هفته آینده سه شنبه. بله؟ سه شنبه. همه با هم خیشیم، همه با هم به تو می اندیشیم.
کاش با ما بودی، کاش ای گم شدی اینجا بودی. کاش که این همه من ما میشد، قطر دریا میشد، گوهر گم شده پیدا میشد.